آقا سلام، چطوری؟ خوش اومده به ویدیو از چنل نو. بچه امروز قراره که قرار نیست، ولی بعد از مدت برگشتم بچه به چنل خودم و این ویدیو اینترو نداره، یعنی یادم رفت اصلا بگیرم. آره دیگه، سرما خوردم که آره نمیدونم چی بگم، ولی خب بریم بچه پارت دوم این ویدیو قایم موشک بازی میکنیم و اگه دلتون به پارت سوم میذارم واسه تون. و آره دیگه دلتون برام تنگ نشده با خدای وکیلی. آره دیگه بریم بچه‌ها. لایک و سابسکرایب یادتون نره بچه‌ها. حتما از زنگوله فعال کنید که هر وقت ویدیو گذاشتم اولین نفری باشی که داری ویدیو من رو ببینی. Let's go. آره دیگه بچه‌ها، همین رو میخواستم بهتون بگم که آلین قراره که بره چشمشو ببنده و من و دجله بریم اون پایین باغ برای که قایم بشیم. آره دیگه تا آخر ویدیو همراه هم باشین. بریم شروع کنیم. از اینجا شروع کنیم. به نظرم از اول نه بابا، از اینجا شروع کنیم. بریم میکنه به خدا منو میکنه. داریم میره. هی فقط چرا میگردیم هیچ سر نخربتون نیست، بسید در نومیدی بچه ها میرن که اینجا رو همشو میگردیم. فکر من همشو نمیگردم که کاملا درست فکر کردیم. بسید یه نگاه از این پایین بندازیم. اینجا هیچی نمیبینیم متاسفانه. اینجا همینطور. احساس میکنم بالا مالا نرفتن. چرا هر چی سیاه میبینم احساس میکنم اهراز. شاید باورتون نشه. بچه داری میاد پایین بخواد. وای داره میاد پایین. همینجا میشینیم بچه ها. غلط بکنم بچه چند اونجا اومد. دل ترسیدم. دجله رو دیدم بچه، دجله از اونجا اومد و خوشحال شدم. هنوز نمیاد، منو پیدا نمیکنم. آها بچه های راستی دهنمو راستی بچه ها، اینو یادم رفت بهتون بگم. این بازی جایزه داره. جایزه هم هست 900,000 تومن. 900,000. دجله چرا؟ دجله مگه دجله کسخون چرا قد کسخونی؟ آلین اونجاست. آلین اونجاست. قشنگ نشون ندادم به خدا. آلین از اونجا رد شد. باشید ولی دجله از اینجا، ولی اگه از اینجا رفته باشه چی؟ که 100% اینجا نیست. چون اگه اینجا بود بله 100% رفته اون بر، ولی خدا امرو جان ما جان میکنم. سلام نیوکی جان عزیز. زوم کنم
خوش می‌ریده. به نمی اومدم بالا. یه خدا بچه‌ها من هر چیزی چیزا سیاه می‌بینم احساس می‌کنم مغروره. بچه‌ها احساس می‌کنم جا خوب نداره. آره اصلا هیچ نداره. کجا باشه مار داره. آره من شافی بخوام برم اونجا. چه میخوام برم بالا. Run. برم بالا. اینجا مود نداشته باشه. خراب کنم باشه. جغبر برس. مود. بچه به خدا خست. چرا فلش گوشی رو رسن خوش. خیلی بریم بالا رو بگردیم. اونا خیلی خری خیلی خری به خدا من کورم. خیلی خری بعد میگی باغ جای قایم شدن نداره. نداره کس. من رفتم تو گیاه ها قایم شدم. تو اصلا رفتی اینجا. چرا اومدی؟ چرا این کار کردی؟ به خدا اینجوری بودی. داشتی راه میرفتی اصلا این خیالت هم نبود. کجا رفته بودی؟ جا پیدا میکردی. من رفتم کجا تو بودی؟ نه، اینجا بودم. ببین چرا تو اینجا اینجا نیست. من تو گیاه قایم شده بودم. چه علفه بعد من سلطان قایم موشک ایران هستم. سلطان قایم تو هم من که اصلا من چند سال این از کجا در اومد؟ حاج من چند سال اصلا قایم موشک بازی نمی‌کنم. برای همین چیز نگم. چند سال همش کسشه. بعد میزنم بابا. اصلا نمیشه قایم شد. نه بده آقا آره دیگه خدا نگهدار شما و گود بای بود نای گود بای.